السلام علیکم و رحمت الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید روزه و قرآن در روز قیامت برای بنده شفاعت می کند. روزه می گوید ای پروردگارا، این شخص را من از رضا و شهوت محروم کرده بودم، پس شفاعت مرا بر موارد او بپذیر. و قرآن می گوید ای پروردگارا، این شخص را من از خواب شب محروم کرده بودم، شفاعت مرا بر موارد او بپذیر. سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید شفاعت هر دویتان پذیرفته می شود. پس خوشا بر حال روزه‌دارانی که چنین روزی پر افتخار در انتظار آنهاست و خوشا بر حال آن تلاوت کنندگانی که شفاعت قرآن عظیمشان در چنین روز در انتظار آنهاست. سبحان الله. بیایید که سنت را زنده سازیم.